خب ما تو جلسه اول که در مورد ماده معدنی صحبت کردیم، حالا این جلسه میخوایم بیایم در مورد بحث فرایند صحبت بکنیم. کلا ما گفتیم که هر کسی میخواد تو بحث فراوری و فراوری مواد معدنی به یک تسلطی برسه و بتونه بخش‌های مختلفش رو با هم مرتبط بکنه و به نوعی خروجی بهتری بگیره در نهایت که اون عیار بازیابی هستش برای اون کارخونه یا اون محصولی که تولید میکنه، این سه تا بخش رو باید بتونه هم تا اندازه‌ای خود این بخش‌ها رو مفهومشون رو متوجه بشه و دانشش رو تا اندازه‌ای کسب کنه و همین که به اینها رو به هم ارتباط بده و از این ارتباط بتونه برای بهتر کردن کارایی اون فرایندی که داره استفاده میکنه بتونه ازش اونو به کار بگیره. ما تو جلسه اول در مورد مینرال صحبت کردیم، گفتیم که یه مهندس فراوری باید تا اندازه‌ای مثل یک کانیشناس، یک زمینشناس در مورد ماده معدنی و ویژگی‌هاش اطلاعات داشته باشه. اینکه قراره چه ماده معدنی یا چه ماده‌ای رو به فرآیندش وارد بکنه، این خیلی مهمه. چه ما الان مثلا خیلی از فرآیندهایی که ما حتی تو فراوری هم داریم، هم برای مواد اولیه استفاده میشه، هم برای مواد ثانویه. یعنی چی؟ یعنی مواد اولیه که موادی که از معدن استخراج میشه، شامل انواع کانی هاست که ناخالصی‌های همراهشه و ما تو فرآیندها این ناخالصی‌ها رو حذف میکنیم. چه منابع ثانویه که حالا آقای محمودی هم صحبت کردن در مورد بحث سرباره هست، در مورد انواع میشه گفت که باطله هایی که موجوده که حالا برای اونها بیشتر فرآیندهای لیچینگ رو استفاده میکنن، مثل باتری های لیتیومی و سایر فرآیندهای دیگه. بنابراین ما چه ماده اولیه بخوایم استفاده بکنیم که انواع کانی هاست، چه مواد ثانویه که تقریبا موادی هستند که یه بار استفاده شدن یا بازیافتی هستن، ما باید اون ماده ورودی رو تا اندازه‌ای که امکانش هست بشناسیم، خصوصیاتش رو بدونیم، چه خصوصیات فیزیکیش چه خصوصیات شیمیاییش. که ما مثلا برای کانی هایی که خصوصیات فیزیکیشون مثلا از لحاظ وزن مخصوص و ثقلی مثلا یه تمایزی با کانی های دیگه همراهشون که ما خیلی بهشون نیاز نداریم، وقتی این تمایز رو دارن ما از روش های ثقلی مثل میز و جیگ و اسپیرال و حالا انواع تجهیزاتی که وجود داره استفاده میکنیم. یا زمانی که از لحاظ خاصیت مغناطیسی با سایر کانی های همراهشون تفاوت داشته باشن، ما میایم از اون فراینده استفاده میکنیم و این جدایش رو انجام میدیم. اما در طول این میشه گفت که 100 سال اخیر مطالعاتی که انجام دادن و میشه گفت که روش‌های ثقلی، مغناطیسی، الکتریکی و اینها قدیمی‌ترن نسبت به فرآیند فولتاسیون. ولی از اونجایی که این فرآیند وقتی میشه گفت که پیدا شد، اکتشاف شد و ابداع شد، متوجه شدن که با این فرآیند چون مبناش بر خواص سطحی ذراته، میتونه توی دامنه وسیعی از انواع کانی‌ها و مواد معدنی استفاده بشه. یعنی جایی که ما خیلی تفاوت دانسیته نداریم یا خیلی تفاوت خواص مغناطیسی نداریم یا حتی خواص الکتریکی و سایر خواص فیزیکی، اینجا فرآیند فولتاسیون میتونه برای ما بیاد و خیلی از این مواد معدنی رو کار فراوری و میشه گفت پرعیارسازیش رو انجام بده. و به خاطر همین در طول این سالها به عنوان یک روشی که به عنوان پرکاربردترین روش شناخته شد نسبت به سایر روش‌های موجود. پس ما که الان در بخش پروسسینگ میخوایم صحبت بکنیم، گفتیم در مورد بحث مینرال ما باید تا اندازه شبیه یک کانیشناس و میشه گفت زمینشناس عمل بکنیم برای مواد معدنی حداقل میشه گفت اولیه. تو بخش پروسسینگ و یا همون شیوه و تکنیکی که ما بر روی این ماده معدنی و یا این ماده‌ای که می‌خوایم ناخالصی‌هاش رو حذف بکنیم، گفتیم روش‌های مختلفی داریم، مثل روش‌های ثقلی که انواع تجهیزات رو داره، مغناطیسی که این هم انواع تجهیزات رو داره و فلوتاسیون که ما در این جلسه می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. فلوتاسیون همونطور که گفتیم در طول این 100 سال اخیر که ابداع شد نسبت به روش‌های دیگه مثلا جدایش فیزیکی برتری‌های زیادی داشت که اون مهمترینش این بود که
ما حتی میتونیم خواص سطحی ذرات رو تغییر بدیم که در فرآیند ما بتونن عمل بکنن، که خیلی موقع ما تو سایر فرآیندهای جدایش فیزیکی این چی رو نداریم، این آزادی عمل رو نداریم که در فرآیند فولتاسیون داریم. از طرف دیگه با توجه به اینکه مواد معدنی پرعیار تا اندازه‌ای از بین رفته و حالا میشه گفت استفاده شده و تموم شده، برای مواد معدنی کم عیار که غالبا ذرات کانیای با ارزش و گانگ تا ابعاد خیلی ریز، شاید چند میکرون، مثلا 50-60 میکرون هم درگیری دارن، فقط فرآیند فولتاسیونی که میتونه انقدر خوب عمل بکنه و به ما یک کنسانتره با عیار مناسب و بازیابی مناسب بده. تا اینجا که حتی فرآیند فولتاسیون معمولاً دامنه کاربردش از حالا 30 میکرون تا میشه گفت که 250 یا حالا میشه گفت 300 میکرونه. یعنی در گذشته این رو ما ملاک کارمون قرار میدادیم، ولی امروزه تکنولوژی‌هایی رو توسعه دادن که برای فرآیند فولتاسیون تا ابعاد D80 7 میکرون، یعنی میشه گفت که بیشتر ذرات 70-80% ذرات ابعاد این ذرات 4 تا 5 میکرونه، چیزی که ما در گذشته زیر 20 میکرون اصلا اون رو نرمه میدونستیم و عملاً مضر برای فراوری بود. امروز میبینیم که تا 4-5 میکرون هم دارن عملیات فولتاسیون رو انجام میدن. در کنار اون هم فولتاسیونی که تا 300 میکرون در گذشته بود با سلولای مکانیکی دنور، الان سلولای توسعه داده شده که تا ابعاد 700-800 میکرون داره کار میکنن، که این هم یکی از مزایای دیگه این فراینده که می‌بینیم که چقدر توسعه پیدا کرده در طول سالها، که این ابعاد 700-800 میکرون برای کانیایی که در ابعاد درشت آزاد میشن و معمولاً به ما کمک میکنه تا خوردایش کمتری داشته باشیم و در نتیجه تو بخش خوردایش مصرف انرژی کمتری رو داشته باشیم، چون بخش اصلی انرژی مصرفی هر کارخونه مال واحد خوردایش و مخصوصاً عملیات آسیا کردنه و ما با فولتاسیون تو ابعاد درشت میتونیم این مصرف انرژی رو تا اندازه زیادی کاهش بدیم. خب با این کلیاتی که از بحث حالا میشه گفت که پروسسینگ گفتیم و اینکه فولتاسیون یکی از این روش هاست که بسیار هم در این سالها توسعه پیدا کرده برای انواع کانی ها، میخوایم در مورد خود فرآیند کمی بررسی داشته باشیم. خب فرآیند فولتاسیون همونطور که گفتیم به طور اولیه برای کانی های سولفیدی توسعه داده شده، مثلا کالکوپیریت CuFeS2 یا مثلا مثل روی ZnS اسفالریت که مثلا این کانه کالکوپیریت یا این برای مثلا اسفالریت. فولتاسیون بیشتر برای کانی‌های سولفیدی در ابتدا توسعه داده شد، ولی بعدها از این سری مواد شیمیایی و روش‌های استفاده کردن که تونستن حتی برای سایر کانی‌های غیر سولفیدی هم بیان با تغییر ویژگی‌های سطحیشون از این فرآیند استفاده بکنن. ولی عملکرد خود فرآیند فولتاسیون اگه ما بخوایم بررسی بکنیم، خب ما از ابتدا اگه بخوایم بگیم فراوری مواد معدنی شامل یه خوراکیه که وارد عملیات خوردایش میشه، خوردایش داره و حالا طبقه بندی رو ما میتونیم این وسط در نظر بگیریم، طبقه بندی و جدایش، که در اینجا فرآیند جدایش ما فولتاسیون. بنابراین ما ماده معدنی که اگه اسمشو بذاریم اور میاد تو عملیات خوردایش که شامل سنگشکنی و آسیاکنی هست قرار میگیره و به یه ابعاد حالا اینجا مشخصی میرسه که وارد طبقه بندی که معمولا حالا تو فولتاسیون هیدروسیکلونه، میاد داخل هیدروسیکلون قرار میگیره و سرریز هیدروسیکلون که معمولا حالا D80 یا حالا میشه گفت که 80% ذراتش کمتر از 100 میکرون یا معمولا بعضی جا 75 میکرون 80 میکرون در نظر میگیرن، این ابعاد یعنی زیر 100 میکرون میاد تو فرآیند فولتاسیون. تو فرآیند فولتاسیون که به صورت یک پالپ یا اسلاری میاد که یه سری مشخصات داره که اینها هم تو فرآیند فولتاسیون تاثیرگذارن. اما خود فرآیند فولتاسیون به چه صورته؟ ما یه سلولی داریم که یه دونه همزن در داخلش وجود داره
که روتور استاتور اینها رو داره این سلول فولتاسیون و از طریق این بخش هوا واردش میشه. خب ما این سلول فولتاسیون که داریم یه ماده معدنی یا همون فید یا همون خوراک واردش میشه که گفتیم اسلاریه، میاد این استاری یا این ذراتی که ابعادشون کمتر از 100 میکرونه میاد داخل سلول قرار میگیره و این سلول که همزنش در حال کار کردنه بهش یه سری مواد شیمیایی اضافه میشه که این مواد شیمیایی برای اینه که بتونن سطح ذره رو آماده بکنن برای اینکه وارد مرحله حالا میشه گفت که کنسانتره بشه. اما چه مواد شیمیایی اضافه میشه تو این سلول فولتاسیون که یه همزن و یه سری میشه گفت که روتور استاتور اینجا داره، از این مسیر هم گفتیم هوا اضافه میشه. اساس فرایند به این صورته که ذرات با ارزش که اینا اگه فرض کنیم که مثلا این ذرات با ارزش باشه، حالا ما این رو اگه بیایم با رنگ مشکی مثلا نشون بدیم، اینها اگه مثلا ذرات با ارزش باشه، هدف ما اینه که این ذرات با ارزش بیاد و مثلا بیاد و به حباب‌ها بچسبه و بیاد به سطح. اگه اینها بگیم حباب‌ها باشن، هدف اینه که این ذرات با ارزش به این حباب‌ها بچسبن و بیان به سطح و از سطح توسط حالا پارو از این فضا خارج میشن. یعنی مثلا میان اینجا که حالا بهش میگن معمولا لاندر کنسانتره یا داخل محلی که این کنسانتره درش قرار بگیره، که اینجا ما دیگه کنسانتره اون کانه رو یا اون ذرات رو داریم. و باطله هم که معمولا مواد ناخواستنی هستن از قسمت پایینیش خارج میشه، حالا یا وارد سلول بعدی میشه یا وارد باطله نهایی میشه که این هم میشه گفت که تیله. اینجا هم کنسانتره که با کنسانتره نشون میدیم. خب برای اینکه این پس کل فرآیند فولتاسیون یک خوراکیه که به یک ابعاد مشخص و یک میشه گفت درصد جامد مشخصی رسیده، وارد یک سلول فولتاسیون میشه. در این سلول فولتاسیون توسط یه سری مواد شیمیایی که حالا ما در مورد مواد شیمیاییش هم می‌خوایم صحبت کنیم، چند نوع مواد شیمیایی استفاده میشه که یکیش کفسازها هستن. کفسازها برای ایجاد کفن، چون این حباب‌ها باید چون این ذرات باید به یک حباب‌های یا کفی بچسبن و به سطح بیان، که انواع کفسازهایی که تو فولتاسیون استفاده میشه مثل روغن کاج، پاینول و MIBC هستش که مرسوم‌ترن اینها. پس ما یک کفساز داریم تو بخش شیمیایی حالا فرآیند فولتاسیون. یه دونه پایدار کننده کف داریم، چون این کف‌ها اگه زمان ازش بگذره و بعد از یه مدتی تو محیط دوباره ناپدید میشن، یعنی حل میشن و عملاً کاربردشون رو از دست میدن. بنابراین نیاز دارن که پایدار کننده کف هم اضافه بشه که اینها اون زمان تشکیل کف و حضور کف رو افزایش میدن، که مثل آنیلین کروسل که اینها برای به عنوان پایدار کننده کف استفاده میشه. و یه مورد دیگه هم سدسازها و کلکتورها هستن. ما کلکتورها رو برای این میذاریم که هم این ذرات که هم حباب و ذره هستن جمع بشه و همین که بیاد و رو سطح ذره قرار بگیرن این کلکتورها و سطح ذره رو آماده بکنن برای اینکه بتونه به حباب بچسبه. مثل سدیم اتیل گزنتات، پتاسیم، انواع گزنتات ها، پتاسیم آمیل گزنتات که حالا بهش میگن پکس یا پکس، پتاسیم آمیل گزنتات، پتاسیم اتیل گزنتات، سدیم اتیل گزنتات، سدیم لورال سولفات، که اینا انواع سدسازها و کلکتورها هستن. در از کلکتورها وظیفه‌شون اینه، ما یک کانه داریم که اینو خورده‌اش کردیم، الان شده ابعاد زیر 100 میکرون و وارد یک سلول کردیم. این کانه ما قطبیه، یعنی
هیدروفوبه. حالا من این مفهوم اینجا بگم. ما دوتا مفهوم تو اساس فرآیند فولتاسیون داریم که من اینجا بهش بگم. اساس فرآیند فولتاسیون که ما همون قبلا هم گفتیم بر اساس مفهوم هیدروفوب و هیدروفیل بودنه. اینا یعنی چی؟ هیدروفوب یعنی این که آبگریزه، یعنی توسط آب به نوعی تر نمیشه. مثلا میشه گفت که مثل بال برخی از پرنده ها مثل اردک اینا که میبینیم که آب رو به خودش جذب نمیکنه، یعنی توسط آب جذب نمیشه. هیدروفیل میشه گفت که سطحیه که توسط آب تر میشه، یعنی مثلا فرض کنیم که لباس چطور سطح تر میشه سطح و حالا میشه گفت که قطرات آب روش نمیمونه. این ویژگی هیدروفیل بودن یا آبدوست بودنه. یا یه نمونه دیگه که میشه گفت اینه که بعضی از سطوح چرب اگه ما ببینیم وقتی آب روشون قرار میگیره همون قطره آب میمونه و رو سطح پخش نمیشه. این ویژگی هیدروفوب و هیدروفیل بودنه، یا میشه گفت آبدوست بودن و آبگریز بودنه، که هیدروفوب گفتیم که آبگریزه و هیدروفیل که آبدوسته. بنابراین این اساس فرآیند فولتاسیون بر اساس اینه که اون ذره آیا در آب و اون محیط شیمیایی که وجود داره هیدروفوب یا هیدروفیل، که معمولا اکثر کانیهای سولفیدی هیدروفیلن یعنی آب دوستن، ولی ما با استفاده از کلکتورها میایم و اینها رو هیدروفوب میکنیم. ولی یک کانی مثل گرافیت، ماده مثل گرافیت، این اساسا آبگریزه، یعنی خیلی توسط آب این ویژگی رو نداره. یا حتی مثلا زغال هم تا اندازه‌ای آبگریزه، یعنی هیدروفوب طبیعیه. بنابراین اینا مثلا نیاز ندارن خیلی ما بخوایم اینها رو مواد شیمیایی استفاده بکنیم براشون. ولی برای مثلا انواع کانیهای سولفیدی مثل مس، روی و سایر کانی‌ها ما نیاز داریم که اینها رو بیایم هیدروفوبشون بکنیم، یعنی سطحشون رو تغییر بدیم. خب ما گفتیم که تو بخش کلکتورها بودیم که گفتیم وظیفه کلکتورها اینه که بیان سطح رو روی سطح بشینن، سطح ذره، و اون رو هیدروفوب بکنن، یعنی آبگریزش بکنن که بتونه به حباب بچسبه و بیاد به سطح. این اگه اون مثلا فرض کن کانی کالکوپرید باشه تو ابعاد 100 میکرون و این یک کانی که الان هیدروفیله یعنی آبگریزه، آبدوسته و به حباب هوا نمیچسبه. کلکتور که مثلا فرض کنیم که کلکتور همین سدیم اتیل گزنتات. سدیم اتیل گزنتات فرمول شیمیاییش C2H8، یه اکسیژن، کربن و اینجا گوگرد رو داره و اینجا هم یه گوگرد منفی و NA مثبت. این سدیم اتیل گزنتات یه دونه کلکتوره که دو تا بخش داره، یک بخش غیر قطبی و یک بخش قطبی. این بخش غیر قطبیشه و این بخش قطبیه. خب یه چنین کلکتوری که حالا معمولا بخش غیر قطبیش رو به این صورت نشون میدن و بخش قطبیش هم با یه خط نشون میدن. این یک کلکتور با این شکله. وقتی این رو به اون محلول و به اون محیط سلول اضافه میکنیم، این کلکتور میاد و بخش قطبیش میاد به این ماده معدنی ما و این به این کانه ما که الان ذره زیر 100 میکرون اضافه میشه، یعنی باهاش پیوند میده. یعنی اون بخش قطبیش میاد باهاش پیوند میده که میبینیم که مثلا به طور کامل میاد و اون رو پوشش میده. بنابراین کل سطح ذره وقتی اینجوری پوشش داده میشه دیگه ذره ما تبدیل به یک ذره غیر قطبی میشه و میتونه الان به حباب بچسبه و بیاد به سطح. این میشه اساس کار کلکتور تو فرآیند. در فرآیند فولتاسیون که کارش اینه که میاد و روی سطح ذره میشینه و اون رو
غیر قطبی میکنه که بتونه بچسبه به حباب. این اگه یک حباب باشه، این ذره اینجوری میتونه به حباب بچسبه و بیاد به سطح که ما بتونیم بعداً اون حباب ها که کف رو تشکیل میده از روی سطح سلول برداریم. یه سری مواد شیمیایی هم داریم که بازداشت کننده و فعال کننده هستن. فرض کنیم مثلا ما یه کانی داریم، یا میشه گفت تو فرآیند سربروی این خیلی متداول تره، هم سرب داریم مثلا PBS و هم روی ZNS. خب ما فرض کنیم که میخوایم اول کنسانتره سرب رو بگیریم. خب هر دوتاشون سولفیدی هم مجبوریم که یک کدومشون رو بازداشت کنیم. اگه ما هدفمون این باشه که کانه سرب رو بگیریم، خب دنبال این هستیم که ZNS رو بیایم بازداشت بکنیم. عملیات بازداشت یا حالا میشه گفت دپرس کردن ZNS توسط یه ماده شیمیایی مثلا مثل سیانید سدیم تشکیل میشه که این سیانید سدیم میاد با این کانه روی ما واکنش میده و ZnCN4 تشکیل میشه که این قطبیه و CN4 دو منفی که این میاد و عملا تو محیط پالپ میمونه و دیگه اون خاصیت میشه گفت که غیر قطبی بودن رو نداره. یعنی عملا نقش کلکتور رو تضعیف میکنیم با اضافه کردن این سیانید سدیم. و از اینجا ما میتونیم بیایم کنسانتره سرب رو از اون محیط جدا بکنیم که معمولا هم حالا تو سرب و روی معمولا هم سیانید سدیم استفاده میکنن، هم سولفات روی هم ZnSO4 هم استفاده میکنن. اینا رو برای هم بازداشت روی و هم بازداشت پریت استفاده میکنن. خب حالا در این مرحله ما تونستیم روی رو بازداشت کنیم، سرب رو بازیابی بکنیم. در مرحله بعدی میخوایم دوباره روی رو بازیابی بکنیم. اینجا چیکار میکنن؟ از مثلا یک فعال کننده مثل سولفات مس استفاده میکنن که این CuSO4 رو به فرآیند اضافه میکنن. این CuS4 با ZNS میاد و به نوعی سطحش رو برمیگردونه به اون حالت قبلی و حالت غیر قطبی بودن. در نتیجه سطحش وقتی فعال میشه دوباره میتونه توسط حباب‌ها و اون فضای میشه گفت کفی که وجود داره بچسبه به اون و بیاد به سطح. این میشه اساس کار فرآیند فلوتاسیون. پس ما تو کل فرآیند فلوتاسیون گفتیم اساسش بر اینه که ذرات، اساس شیمی سطح یعنی سطح ذره. سطح ذره اگه هیدروفوب یا آبگریز باشه میچسبه به حباب‌های هوا و میاد به سطح سلول. اگر هیدروفیل یا آبدوست باشه عملاً در قسمت پایین و انتهای سلول میمونه و از اون انتها که حالا یه خروجی داره از اونجا خارج میشه. این اساس کار فرآیند فلوتاسیونه که با دو تا سیستم همونطور که گفتیم بر اساس خواص سطحی ذره و در نهایت استفاده از سری مواد شیمیایی کار میکنه. خب کل حالا میشه گفت فرآیند فلوتاسیون در یک سلول اگه ما در نظر بگیریم یک سلول فلوتاسیون باشه که این همزنش که در این بخش قرار داره دو تا زون داره یا دو تا منطقه یا دو تا بخش داره فرآیند فلوتاسیون در داخل سلول فلوتاسیون. یکی زون کفه یا حالا میشه گفت منطقه کفه که همونطور که میبینیم ذرات با ارزش ما اومدن در داخل به این حباب‌ها چسبیدن و میان در این سطح قرار میگیرن که توسط حالا پاروهایی از این سطح جمع میشه. و یکم زون پالپه که عملاً باطله ها اینجا قرار میگیرن. خیلی ساده تر میتونیم بگیم که ما حتی تو جدایش ثقلی هم داریم روش‌های میشه گفت غرق و شناورسازی رو که اگه ما دیده باشیم که تستاش هم که انجام میدن معمولاً اینجوریه. ما یه واسطه‌ای داریم، یک فصل مشترک یا میشه گفت یک دانسیته واسطه که از اون دانسیته سبکتر باشه به سمت بالاه و از اون دانسیته کمتر باشه به سمت پایینه. تو فرآیند فلوتاسیون هم میتونیم بگیم این فصل مشترک بین حالا میشه گفت که بخش با ارزش و گانگ ما هستش که اینجا هم ما
همون میشه گفت حتی فرآیند فولتاسیون رو هم جوری به نوعی همون سینک فلو میتونن در نظر بگیرن یا مطرح میکنن، در موردش صحبت میکنن که ما تو روش صقلی هم داریم که از یه اندازه بالاتر وارد سرریز یا حالا میشه گفت کنسانتره میشه، از یه مشخصاتی پایینتر وارد تحریز میشه. این هم در مورد دو تا منطقه یا زونی که در فرآیند فولتاسیون وجود داره. تمام اتفاقاتی که داخل این سلول میفته مربوط به این دو تا زونه و در طول این 100 سال تئوری‌های خیلی زیادی رو در مورد این دو تا بخش و ارتباط این دو تا بخش و میشه گفت که نحوه حرکت حباب‌ها و ذرات و نحوه تولیدشون ایجاد شد. اساس فرآیند فولتاسیون همینه، یعنی در طول این 100 سال هیچ تغییری در اساس فرآیند ایجاد نشده، ولی اون چیزی که در طول این سالها تغییرات زیادی ایجاد شد در موردش، یکی مثلا این سیستم همزنی بود که مثلا روتور استاتورهای مختلفی ما تو انواع سلولا می‌بینیم. یکی تو مواد شیمیایی که به این فرآیند اضافه میشه که ما می‌بینیم هر روز مواد شیمیایی‌های کارآمدتری رو برای کانی‌های خاص و یا شرایط خاصی توسعه داده میشه. و یکی هم سیستم‌های کنترلیه که الان تو کارخونه‌های بزرگ خیلی داره استفاده میشه. سیستم‌هایی که مثلا حتی دوربینایی که میذارن روی سطح کف خصوصیات کف رو اندازه بگیرن یا ارتفاع کف رو این سیستم‌های ابزار دقیق اندازه میگیرن یا سایر پارامترهایی رو که تاثیرگذار هستن تو فرآیند. بنابراین در طول این سالها البته در مورد خود تجهیزم تغییرات ایجاد شده. مثلا همونطور که گفتم در گذشته فرآیند فولتاسیون معمولاً 30 تا 300 میکرون رو بیشتر براش استفاده می‌کردن، ولی الان تا 4-5 میکرون حتی 3-4 میکرون هم داره استفاده میشه، از اون ورم تا 600-700 میکرون که اینا همه دستاوردهایی که توی این سالها براش به دست اومده. ولی خود فرآیند و اون میشه گفت که اساس فرآیند که همونطور که گفتیم تبدیل ذرات و هیدروفوب کردن و یا آبگریز کردن ذرات و بعد چسبیدن این ذرات به حباب و اومدن به سطح، هیچ تغییر خاصی نکرده، ولی تغییرات دیگه از لحاظ بهبود فرآیند در طول این سال‌ها انجام شده که میشه گفت که میشه هم تو این مقالات و کارهای تحقیقاتی هم که وجود داره اینها رو دید و همین که تو کارهای صنعتی هم بعضیاشون رو اجرایی کردن و میشه اونجا هم اینا رو مشاهده کرد. اما همونطوری که گفتیم کل فرآیند فولتاسیون که در داخل یک تانک یا سلول فولتاسیون انجام میشه دو تا زون داره، زون کف و زون پالپ. و برای اینکه بیان بین این دوتا ارتباط برقرار کنن مدل‌های زیادی همونطوری که گفتیم در موردش توسعه داده شده، ولی یه سری مفاهیم هست که وقتی ما این مفاهیم رو بدونیم بهتر میتونیم اتفاقات رو که در فرآیند فولتاسیون رخ میده در داخل کارخونه بهتر درک بکنیم. ولی یه نکته هم وجود داره، فرآیند فولتاسیون فرآیندی که از 3 تا فاز استفاده میکنه، هم فاز جامد داره، هم فاز مایع داره، هم فاز گازی که همون حباب ها هستن. بنابراین از لحاظ تئوری و مباحث تئوری فرآیند فولتاسیون یک فرآیند بسیار پیچیده‌ایه که در طول این سالها همونطوری که گفتم کتاب‌های زیادی و کارهای تحقیقاتی خیلی زیادی چه از لحاظ شناخت خود فرآیند و زیر فرآیندی که موجوده و چه از لحاظ مدل سازی و میشه گفت که ارتباط دادن بین ورودی و خروجی‌های این فرآیند توسعه داده شده. ولی یه نکته جالب وجود داره، از لحاظ همونطوری که گفتیم تئوری بسیار پیچیده است چون 3 فازیه، ولی از لحاظ عملیات یعنی پیاده کردنش تو کارخونه می‌بینیم که خیلی سازگاره. یعنی می‌بینیم که مثلا تو کارخونه‌ها افراد صرفاً با عملیات خردایش حالا نهایتاً توسط آسیا و بعد ورود پالپ به بخش فولتاسیون و یه سری سلول‌هایی که حالا تو کارخونه‌ها استفاده می‌کنن و یه نتیجتاً یک مدار به دست میاد، می‌بینیم که عیار بازیابی خیلی خوبی می‌گیرن. بنابراین فولتاسیون از 2 جنبه حائز اهمیته. یکی جنبه تئوریه که گفتیم اگه وارد این جزئیات تئوریش بشیم بسیار پیچیده است
بنابراین ما زمانی که میخوایم خیلی تخصصی وارد این حوزه بشیم میتونیم اون پیچیدگی‌ها رو بیشتر در موردش هم بررسی بکنیم و هم یاد بگیریم. ولی از لحاظ پیاده کردن و میشه گفت که خروجی گرفتن از این فرایند خیلی پیچیده نیست، مخصوصا برای انواع کانی‌های سولفیدی که تو طول این 50-60 سال ما انواع میشه گفت که مواد شیمیایی و غیره براش توسعه داده شد و عملاً اطلاعات و دانش خیلی خوبی از لحاظ تجربی برای فرآیند فولتاسیون جمع شده. مثلا نمونهش اینه که مثلا هوادهی رو ما میدونیم که تا یه جایی باعث افزایش بازیابی میشه یا سایر پارامترها. این یه مزیتیه که برای فرآیند فولتاسیون وجود داره، اینه که از لحاظ عملیاتی انقدر پیچیده نیست و ما هم وقتی میخوایم به صورت صنعتی از این موضوع استفاده بکنیم سعی میکنیم تا اونجایی که مسائل صنعتی و حالا میشه گفت که تجربی و در عمل به ما جواب میده همونا رو استفاده بکنیم. اما هر چقدر ما اطلاعاتمون از میشه گفت که بیسیک فرایند و اتفاقاتی که در داخل سلول فولتاسیون میفته، واکنش هایی که بین مواد شیمیایی و ذرات اتفاق میفته و تاثیر پارامترهای مختلفی که چه خود سلول و چه ذرات دارن، خب این به ما کمک میکنه که فهم بهتری از اون میشه گفت که عیب و ایرادایی که تو فرآیند وجود داره به دست بیاریم. یعنی ما خیلی راحت‌تر میفهمیم که چرا مثلا بازیابی یا عیارمون کاهش پیدا کرده، یا چرا سلول مثلا سرریز کرده، یا حبابایی که الان اومدن رو سطح بار خاصی ندارن و همه اینا داشتن اون دانشه به ما این کمک‌ها میکنه. اما گفتیم که سلول در فرآیند فولتاسیون ما دو تا زون یا منطقه داریم، زون کف و زون پالپ، که ما در زون پالپ که همین میشه گفت که قسمت پایین سلوله، که ما اینجا اگه بخوایم این رو مثل اون دفعه قبل نشون بدیم، این اگه یک سلول روتور استاتورش باشه که اینجا هوا اضافه میشه، اینجا اگه زون کف باشه یه سری اتفاقات اینجا میفته. یکیش کولیژن یا برخورده، یعنی برخورد حباب و ذره در این منطقه اتفاق میفته، یعنی در منطقه پالپ. و یکی هم اتصاله، یعنی چسبیدن این ذره به این حباب در مسیر بالا اومدنش با ذرات برخورد میکنه. برخی از این ذرات به این حباب میچسبن، برخی هم نمیچسبن. معمولا ذراتی که هیدروفوب هستن به این حبابا میچسبن و به سمت بالا حرکت میکنن. در همینجا هم برخی از این ذرات که به این حبابا میچسبن خیلی موقع اون اتصالشون اگه خیلی قوی نباشه جدا میشن، یا دچار دیتچمنت یا جدا شدن میشن و دوباره سقوط میکنن به قسمت همون پایین سلول. چون این سلول همونطور که میبینیم یه همزن داره که این هم ذرات رو در کل سلول متفرق میکنه و همین که هوا که از داخلش میاد و این همزن و روتور استاتوری که داره حباب تولید میکنه. این حبابا از سمت پایین به سمت بالا حرکت میکنن، به این ذرات برخورد میکنن. ذرات اگه خاصیت هیدروفوب بودن رو داشته باشن به این حبابا میچسبن و میان به سطح، به این بخشنی، به ناحیه کف. در اینجا که میان سه تا اتفاق براشون میفته. این حبابی که حالا ذره بهش چسبیده تا اینجا اومده، اگه بیاد وارد زون کف بشه و وارد کنسانتره ما بشه یا لاندر سلول بشه، خب این فولتاسیون واقعی در موردش اتفاق افتاده. ولی گهگاهی ما ببینیم که مثلا بعضی از ذرات بین حبابا قرار میگیرن، ذراتی که ذرات نامطلوب ما هستن یا ذرات گانگ هستن. مثلا فرض کنیم که مثلا سیلیس، مثل ذرات سیلیس که ما عملا تو کنسانترمون نمیخوایم داشته باشیم، بین این حبابا قرار میگیرن و میان به بخش کف و میرن وارد کنسانتره میشن. این یکی از چیزهایی که ما هدف اون تو فولتاسیون اینه که اتفاق نیفته، دنبال روی یا همون انترینمنت، که معمولا اعتقاد بر اینه که دنبال روی همین انترینمنت در ابعاد خیلی ریز معمولا زیر 20 میکرون اتفاق میفته، که همونطور که گفتیم در سالهای اخیر که خودش هم یه موضوع جالبی میتونه باشه اینه که این موضوعات رو حل کردن که تا 4 میکرون هم دارن، 4-5 میکرون هم دارن عملیات فولتاسیون رو انجام میدن. یه بخش هم زهکشی یا درینیج داریم که
معمولاً ذراتی که به حبابا میچسبن گهگاهی از آب شستشوی استفاده میشه برای اینکه حالا میشه گفت که هم این انترینمنت رو کاهش بدن و همین که اون ذرات میشه گفت که بیارزش یا نامطلوبی که به این حباب چسبیده تا اندازه از این حباب ها جدا بشن و دوباره بیان به قسمت پالپ یا میشه گفت که بخش باطله و از اینجا از سلول خارج بشه. این هم میشه گفت که یک مدل کلیه برای اتفاقاتی که در داخل یک سلول میفته که مسیرش از خوراک، کنسانتره و میشه گفت که باطل است. همونطور که گفتیم ذره، هوا، آب و مواد شیمیایی که به داخل سلول ریخته میشه. اینجا همونطور که میبینیم یه سلول فلوتاسیون، هوا که از قسمت اینور حالا توسط انواع تجهیزات مثل کمپرسور هوا یا بلوئرها هوا وارد این سلول میشه. از این طرف هم که استاری حاوی ذرات میاد داخلش، آب و مواد شیمیایی. و این سیستم در نهایت دو تا خروجی به ما میده. یک کفه که کنسانتره است، جمع میشه میاد اینجا، خشک میشه این کنسانتره، حالا چه توسط تجهیزات مثل فیلتر اینا خشک میشه، تیکنر و فیلتر، یا میاد در جاهای از ایران که مثلا آفتاب خیلی خوبی دارن اینها میاد داخل یه سری حوضا قرار داده میشه و با نور آفتاب عملا این خشک میشه و کنسانتری که مثلا به دست میاد دیگه خلوصش تقریبا خلوص بالاییه. مثلا اینجا کالکوپریت ما داریم، کانه کالکوپریت داریم CuFS2 که درصد مسش اینجا مثلا نیمه، ولی اینجا میاد تقریبا به 25 تا 30 میرسه. یا مثلا سربی که داریم اینجا مثلا 2%، درصد کانه سربی که درصد سربش مثلا 2%، وقتی به اینجا میرسه مثلا به 60 تا 65 هم میرسه برای کانه سولفیدی سرب که مثلا گالن باشه. این کلیت میشه گفت که اتفاقاتی که در داخل یه سلول فلوتاسیون میفته. قاعدتاً در داخل اینها خودش یک تئوری‌های خیلی زیادی وجود داره که میشه گفت که سالها در مورد این موضوعات مطالب خیلی زیادی هم کار شده و هم اطلاعات زیادی هم موجوده. اما به طور کلی ما بخوایم یه فرآیند فلوتاسیون رو ببینیم پارامترهایی که توش تأثیر گذارن، میتونیم اون رو به 4 بخش تقسیم کنیم. یه سری پارامترها شیمیایی هن و با میشه گفت محیط شیمیایی پالپ سر و کار دارن، مثل کلکتور، کفساز، pH پالپی که ما پالپ یا اسلاری که داخل اون سلول فلوتاسیون هست. اگه این سلول فلوتاسیون باشه، کلکتور، کفساز، pH، فعال کننده و بازداشت کننده، اینها همه با هم شیمی پالپ یا اون محیط شیمی اون پالپ داخل سلول رو تشکیل میدن که این خیلی خودش اهمیت زیادی داره از لحاظ اینکه سطح ذرات هیدروفوب یا آماده بشه برای اینکه بتونن به حبابا بچسبن و بالا بیان. یه بخش عملیاتیه که پارامترهایی مثل اندازه ذره، دانسیته پالپ، احتمالاً دما، دبی خوراک ورودی یا توناژ خوراک ورودی و پتانسیل پالپ که با EH نشون میدیم، اینها هم پارامترهایی هستند که تاثیرگذار هستن به فرآیند روی فرآیند فلوتاسیون. و یه سری پارامترها که مربوط به تجهیزن، یعنی خود سلولی که استفاده میشه. ما در طول سالهای قبل در ابتدا سلولایی که توسعه داده شده بودن سلولای دنور بودن. بعدن این سلولای دنور که سلولای مکعبی شکله که هنوزم تو ایران و بعضی از بیشتر کارخونه‌های ایران هنوز داره استفاده میشه، این سلول‌ها بعدها به سلول‌های استوانه‌ای شکل توسعه داده شدن. یعنی این سلول‌های مکعبی که بودن و میشه گفت که تقریبا به این صورت اگه بگیم مکعبی بودن، الان به سلول‌های استوانه‌ای ومکو اینا تغییر داده شدن و این سلول‌های ومکو یه سری مشکلات کمتری رو نسبت به این سلول‌های دنور دارن. مثلا این سلول‌ها زون مرده داشتن که مثلا این گوشه‌ها بود که یا گیر کردن تو این سلول‌ها زیاد بود و یه سری مشکلات خودشون رو داشتن. سلولای ومکو اومده. سلولای دنور سلولایی بودن که حالا ما می‌خوایم در مورد سلول‌ها هم یک صحبت کوتاهی داشته باشیم، ولی سعی می‌کنیم که توی جلسه سلولای فلوتاسیونی که
حالا در انواع سلولایی که داره استفاده میشه و اینا در موردش صحبت میکنیم. ولی سلولای دنور مثلا هوادهی انجام میشه در موردش و اپراتور میاد هوای اینها رو کم و زیاد میکنه. ولی در مورد سلولای ومکو اینجا این سلولا خود هواده هستن و با مکش هوا میتونن با سرعت دور همزن این مکش هواش تنظیم میشه. یا سلولای دور اولیور هم هستن که میشه گفت که شبیه سلولای دنورن، یعنی اینها هم بهشون هوادهی میشه ولی شکلشون استوانه‌ایه. یه نوع دیگه سلولای ستونی هستش که عملاً هوادهی از پایین انجام میشه، توسط یک اسپارژر انجام میشه و خود سلول اصلا همزن نداره. معمولا این سلول ها هم برای بخش کلینر استفاده میشن چون بیشتر تمرکزش بر روی عیار هستش تا بازیابی. و میشه گفت یه نوع دیگه از سلول ها هم سلول های پنوماتیکیه. سلول پنوماتیکی که دو نوع مطرح و معروفترش یکی سلول های ایمهوفه و یکی هم سلول های جیمسون که اینا هم یه سری ویژگی‌هایی دارن که الان تو دنیا داره استفاده میشه. تو ایران هم مثل اینکه یه سری مثلا سلول های جیمسون رو دارن کم کم وارد مداراشون میکنن و استفاده میکنن. این هم یک کلیتی در مورد بحث سلول ها بود که همزنیش هم در موردش صحبت کردیم، در مورد هوادهیش هم صحبت کردیم که اینها هم پارامترایی هستن که تو این میشه گفت که خروجی گرفتن از این فرآیند ما تأثیر گذارن. و یه سری پارامترها هم به مدار برمیگرده، اینکه چه تعداد مراحل ما استفاده بکنیم تو فرآیندمون و چه چیدمانی استفاده بکنیم. چون معمولا حالا حتی ما تو جدایش‌های ثقلی هم میبینیم، ما میبینیم که مثلا یه اسپیرال به تنهایی نمیذارن. معمولا مثلا میان اگه یک اسپیرال باشه که یک کنسانتره به ما میده، فرض کنیم که اون دو محصوله باشه، اون بخش میانیش رو هم کنسانتره ما در نظر بگیریم، یک کنسانتره به ما میده این اسپیرال یک باتله. ولی با یک بار عبور مثلا این خوراک از این اسپیرال ممکنه اون عیار مورد نظر کنسانتره یا اون بازیابی مورد نظر ما تامین نشه و مجبور بشیم از دو تا اسپیرال استفاده کنیم. یعنی ما اگه بگیم اسپیرال یک باشه، اینم اسپیرال دو، اسپیرال اول رو معمولا مثلا میذارن فرض کنیم که رافر باشه و یه اسپیرال دوم میذارن که مثلا کلینره که کنسانتره این میاد داخل این اسپیرال دوم و کنسانتره نهایی رو به ما میده. تو فرآیند فولتاسیون هم همینجوره، یعنی ما صرفا از یک مرحله به تنهایی استفاده نمی‌کنیم، از چند مرحله استفاده می‌کنیم که میایم سلول ها و یا بانک ها رو کنار هم قرار میدیم و ازش خروجی میگیریم. این در مورد کلیت میشه گفت که پارامترهایی که تو این فرآیند فولتاسیون ما که در موردش صحبت کردیم تاثیرگذاره. اما حالا ما بخوایم یه بخشی رو تقریبا ما اینجا در مورد کلیت فرآیند صحبت کردیم و پارامترهایی که تاثیرگذار بودن تو فرآیند هم در موردش صحبت کردیم. ولی اگه ما بخوایم مثلا یه ذره جزئی بشیم و یه موضوعش رو در موردش صحبت بکنیم و اونم مثلا فرض کنیم خود نحوه انجام فرآیند فولتاسیون هستش. ببینید برای اینکه فرآیند فولتاسیون انجام بشه، همونطور که گفتیم حباب هایی که در قسمت پایین سلول تولید میشه و به سمت بالا حرکت میکنن، اینها باید تو مسیر خودشون به ذرات برخورد بکنن. پس اولین اتفاق اینه که این حباب ها به این ذرات برخورد بکنن. مرحله بعدی اینه که یک اتصالی بین این حباب ها و این ذرات ایجاد بشه و یعنی به نوعی میشه گفت که ذراتی که توسط مواد شیمیایی آماده سازی شدن به این حباب ها بیان بچسبن. حباب هایی که دارن به سمت بالا حرکت میکنن، ذرات تو مسیرشون هستن، به این ذرات برخورد میکنن، این ذرات به این حباب ها میچسبن و قسمت پایینشون قرار میگیرن و این اتصال در نظر ایجاد میشه و در نهایت تجمع حباب و ذره است که میاد به سطح سلول و همون زون کف که فروث زون بود به زون کف میاد و از اونجا توسط پاروهایی این جدا میشه، وارد لاندر کنسانتره میشه. خب این میشه گفت که 3 تا مرحله و یا مسیریه که یک حباب و ذره طی میکنن تا وارد بخش کنسانتره بشن. که مثلا در مورد فقط همون برخوردش بخوایم صحبت کنیم، همونطوری که گفتیم این حباب ما که به سمت بالا حرکت میکنه،
این ذره باید بهش بچسبه و در نهایت ترکیب یا تجمع حباب ذره ایجاد میشه که ذره‌ایه که به این حباب چسبیده. که این احتمال برخورد، اینجا گفته میشه که احتمال برخورد به اون تعداد ذراتی که برخورد میکنن تقسیم بر تعداد ذرات در مسیر حباب بستگی داره. یعنی مثلا یه حباب داره میره بالا، اگه 100 تا ذره تو مسیرش باشن، یه تعداد ذره به این حباب برخورد میکنن و بهش میچسبن و این میشه احتمال برخورد این ذرات به این حباب. بنابراین هر چقدر حباب ها میشه گفت که تعدادشون بیشتر باشه، این احتمال برخورد ذره به حباب هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما دو تا نکته رو رعایت میکنیم، یکی این که حباب ها باید به تعداد مناسبی تو سلول ایجاد بشه و یکی این که این حباب ها حفظ بشه که از طریق همونطور که گفتیم کفساز و پایدارسازهای کف این موضوع هم تامین میشه. اندازه ذره یا سایز ذره هم تو بحث چسبیدن یا برخورد حباب و ذره و چسبیدن ذره به حباب تاثیر داره. مثلا وزن ذره به دو مسئله، یکی به سایز ذره و به دانسیتش بستگی داره. بنابراین ذرات بزرگ سنگین‌ترن و کمتر دچار انحراف میشن این ذرات بزرگ و میان و به حباب میچسبن و توسط این در مسیر حرکت حباب به سمت بالا این جریانایی که میبینیم در اطرافش ایجاد میشه، این جریان‌ها این ذرات بزرگ رو خیلی تحت تاثیر قرار نمیدن و احتمالاً این ذرات بزرگ راحت‌تر به حباب برخورد میکنن، ولی ذرات کوچیک احتمال برخوردشون با توجه به این مسیر جریان آب که به سمت پایین و حباب که قرار به سمت بالا حرکت بکنه یه ذره احتمال چسبیدنشون کمتره. که حالا تو این ویدیو کمی موضوع رو توضیح داده که ما میبینیم نکاتش که گفته. Larger particles are less influenced by pulp flow streamlines and are more likely to collide with a bubble. Here, two particles of the same mineral are in the path of a rising bubble. The larger particle is not deflected as much as the small one. The result is that the large particle collides and the small one does not. همونطور که می‌بینیم ذره بزرگتر میاد، همونجوری که اینجا نشون داد ما ذره بزرگتر داشتیم به ذره کوچیک‌تر. این ذره بزرگتر میاد و میچسبه به حباب، ولی ذره کوچیک‌تر لغزیده میشه و به نوعی میفته. بنابراین این موضوع چیزیه که حالا یکی از دلایلی که ما مثلا معمولا میگفتیم که در گذشته ابعاد زیر 30-40 میکرون خیلی مناسب فلوتاسیون نیست، یه بحثش این بود که ممکنه اون فلوتاسیون واقعی اتفاق نیفته. ولی این مسائل رو هم همونطور که گفتم با تغییر ابعاد حباب‌ها و مشخصات سلول تونستن حل کنن که تا فلوتاسیون تا ابعاد چند میکرون 4-5 میکرون هم دارن انجام میدن. یه موضوع دیگه هم بحث اتصاله. همونطور گفتیم هر چقدر ذره هیدروفوب بودنش بیشتر باشه، هیدروفوب بودن ذره همونطور که گفتیم توسط وضعیت شیمیایی پالپ و مخصوصا کلکتور تامین میشه. ولی خب یک ملاکی که از هیدروفوب بودن وجود داره زاویه تماسه. خود این زاویه تماس یه دنیایی داره، ولی زاویه تماسی که ذره با حباب داره، این اگه مثلا ذره باشه و این حباب که روی ذره قرار میگیره، این زاویه تماسی که ایجاد میشه اگه این زاویه تماس زیر 90 درجه باشه معمولا هیدروفیله و ذره ما هیدروفیله و عملا وارد فضای کنسانتره نمیشه. اگه این تتاش بالای 90 باشه هیدروفوبه و اگه این تتا بالای 150 باشه خب خیلی هیدروفوب بودنش خیلی زیاده. هرچی این ذره پس هیدروفوب تر باشه احتمال اتصالش هم به حباب بیشتره. که ما اینجا میتونیم مثلا تو این ویدیو در مورد این مثلا ببینیم که هیدروفوب بودن چقدر تاثیر داره. A second process, attachment, discriminates between hydrophobic particles and hydrophilic ones. Here, two particles, one hydrophilic and one hydrophobic, are in the path and collide with a rising bubble. The hydrophobic particle is able to break through the water film on the bubble and attach. The hydrophilic particle slides along the bubble until it reaches the bottom, at which point it eventually falls away.
همونطور که می‌بینیم اینجا گفت که این ذره هیدروفوب یا هیدروفوبیک در مسیر حرکتش، اینجا حالا ما جلوتر هم می‌بینیم یک لایه فیلم نازک آب دور حباب ایجاد میشه که این ذره هیدروفوب ما به این نفوذ میکنه و به نوعی میچسبه به این حباب، ولی این ذره هیدروفیل از روی سطح حباب حرکت میکنه و به سمت پایین سلول میره. که یکی دیگه از موضوعاتی که در مورد ما الان داریم در مورد بحث اتصال ذره و حباب و حالا میشه گفت یه اندازه تئوری این موضوع صحبت میکنیم. یکی دیگه از موضوعاتی که در مورد این مسئله وجود داره بحث زمان تماسه. زمانی که یه ذره برای لغزش در اطراف یک حباب سپری میکنه رو بهش میگیم زمان تماس، یعنی زمانی که ذره اینجا میاد روی این حباب قرار میگیره و به سمت پایین حرکت میکنه، این زمان رو بهش میگن زمان تماس. این ذره میگه این لغزش که همونطوری گفتیم در اطراف حباب اتفاق میفته، این لغزش به وزن ذره هم بستگی داره. پس با افزایش مثلا سایز ذره این زمان کاهش پیدا میکنه، یعنی ذره هر چقدر بزرگتر باشه این فاصله رو در زمان کوتاه‌تری میاد، هر چقدر کوچکتر باشه این زمان هم خب کندتر میاد. این همین موضوعی در مورد بحث زمان تماس که حالا ببینیم که چطور به اتفاق میفته. The contact time is the time it takes a particle to slide around a bubble. The speed at which a particle slides depends mainly on its weight. Here, two particles of the same mineral collide with a bubble. The larger particle slides faster and doesn't have time to attach. اینجا نکته‌ای که داره میگه در مورد زمان تماس اینه که اگه ذره خیلی ابعادش بزرگ باشه، همونطور که گفتیم ما نگاه سنتیمون 300 میکرون تا 30 میکرونه. مثلا یه ذره وقتی 400 میکرونه یا 500 میکرونه، مثلا فرض کنیم ذره بزرگه، این زمان کوتاهی طول میکشه تا این سطح حباب رو طی بکنه و ممکنه تو این مدت زمان به اون لایه فیلم آبی که روی سطح حباب وجود داره نفوذ نکنه و برگرده به داخل باطله، یعنی پالپ. ولی اگه ذره اندازش مناسب باشه در یک زمان مناسبی روی سطح این حباب حرکت میکنه و داخل اون فیلم آبش نفوذ میکنه و میچسبه به حباب. این هم موضوع زمان تماس برای حباب و ذره است. یه موضوع دیگه که داریم زمان القاه. زمان القا چیه؟ میگه هنگامی که یه ذره هیدروفوب با یه حباب برخورد میکنه و در امتداد سطحش میلغزه، این ذره شروع میکنه به نفوذ در فیلم آب. همونطوری گفتیم یه فیلم آبی دور این حباب وجود داره. این ذره شروع میکنه در زمان لغزش از اینجا تا به اینجا که بخواد بیاد در این فیلم آب نفوذ میکنه تا بتونه با حباب یکی بشه و بهش بچسبه و بره به سمت بالا. برای اینکه اتصال اتفاق بیفته این ذره باید در این فیلم آب نفوذ کنه و به بخش هوا در حباب برسه. این زمان مورد نیاز برای رخ دادن این حالت رو بهش میگن زمان القا. که پس این فرض کنیم ذره از اینجا شروع کرده اومده مثلا اینجا دیگه نفوذ کرده در فیلم آب و وارد فضای حباب شده و عملا به حباب چسبیده. خب زمان القاش میشه اینجا. ممکنه اینجا اتفاق بیفته. این زمانی که پس ذره وارد فیلم آب دور حباب میشه و به نوعی به حباب میچسبه، این زمان رو بهش میگیم زمان القا. که زمان القا با افزایش هیدروفوبیسته ذره کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر ذره هیدروفوب تر باشه زودتر به حباب میچسبه، وارد اون لایه فیلم آبش میشه. اگه زمان القا طولانی تر از زمان تماس باشد ذره به حباب نخواهد چسبید. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا زمان تماس گفتیم که از اینجایی که ذره شروع میکنه به لغزیدن روی حباب تا این انتهایی که حالا باید تکلیفش مشخص بشه، اگه این زمان القا یعنی زمانی که ذره وارد فیلم آب حباب میشه و به نوعی به حباب میچسبه، این اگه طولانی تر باشه خب عملا ذره به این حباب نمیچسبه و میاد دوباره تو پالپ که حالا توضیحاتش هم میتونیم اینجا ببینیم. When a hydrophobic particle collides with a bubble and slides along its surface, it begins to penetrate the water film. To attach, the particle must penetrate this layer. The time it takes for this to occur is called the induction time.
Induction time decreases with increasing particle hydrophobicity. If the induction time is longer than the contact time, the particle will not attach. این همون بحث زمان الغاست. و در نهایت بحث احتمال اتصال رو داریم. یعنی حالا برخورد انجام شده، این احتمال اینکه این ذره به این حباب بچسبه میشه گفت که احتمال اتصال یا چسبیدن بهش بگیم، که هر چقدر این ذره هیدروفوبتر باشه احتمال اتصال و یا چسبیدن ذره به حباب بیشتر میشه. و برای ذرات بزرگ هم این زمان تماس، ما گفتیم که زمان تماس برای ذرات بزرگ بیشتره. پس یه ذره هر چقدر بزرگتر باشه، اینجا ما این رو داریم می‌بینیم، این نمودار اینو با ما میگه که یک ذره هر چقدر بزرگتر باشه احتمال اینکه بیاد و به اون حباب بچسبه کمتر میشه. مثلا می‌بینیم که اینجا می‌بینیم کمتره، ولی هر چقدر ذره اندازش مثلا کوچیک‌تر باشه و در عین حال هم هیدروفوبیسیتش بیشتر باشه، احتمال اینکه بیاد به چسب به حباب بیشتره. این میشه گفت که تأثیر اندازه ذره و میزان هیدروفوبیسیتش بر احتمال چسبیدن ذره به حبابه. این هم بحث چسبیدن ذره به حباب و یا همون احتمال اتصال. و در نهایت نکته‌ای که وجود داره، حالا به عنوان نکته پایانی از بخش فلوتاسیون و اون مسئله حباب و ذره و اتفاقاتی که داخل سلول میفته، بخش تجمع و یا میشه گفت که چسبیدن، حالا تبدیل ذره و حباب به یک میشه گفت که یه بخش واحد هستش. یعنی حالا ما یک تجمعی از حباب و ذره داریم که قراره به سمت بالا حرکت بکنه، که اینجا همونطور که می‌بینیم میگه که این تجمع یا جمع‌آوری نتیجه یک برخورد و اتصال موفقه. یعنی حباب به سمت بالا حرکت کرده، به صورت موفقیت آمیزی به ذرات برخورد کرده، این ذرات هم به طور موفقیت آمیزی به این حباب چسبیدن و حالا قراره به سمت بالا حرکت بکنن. و احتمال این جمع‌آوری و این کالکشن به احتمال‌های برخورد و اتصال بستگی داره. افزایش سایز ذره یا اندازه ذره این احتمال برخورد رو افزایش میده، ولی از اون طرف احتمال اتصال یا چسبیدن رو کاهش میده. همونطور که گفتیم، پس افزایش اندازه ذره ممکنه تحت تاثیر جریان‌های آب قرار نگیره و حالا میشه گفت در مسیر حباب قرار بگیره و حباب بهش برخورد بکنه، ولی احتمال اینکه این ذره درشتر بخواد به حباب بچسبه کمتره. بنابراین یک توازنی وجود داره بین اندازه ذره و میشه گفت که حالا برخورد و چسبیدن این ذره به این حباب، که معمولا حالا اون محدوده ابعادی رو میگن محدوده ابعادی مناسب برای فلوتاسیون که منطبق بر همون چیزایی که تو کارخونه مشاهده شده. یعنی معمولا حالا مثلا میگن حالا بگیم 50-60 میکرون، مثلا 60 میکرون تا 150 میکرون، این حدود محدوده معمولا مناسب مثلا فلوتاسیونه که تو اکثر کارخونه ها سعی میکنن این محدوده ها باشه، چون در نهایت مثلا D80 75-80 تا 100 میکرون در نظر میگیرن، ولی توزیع ابعادی ذرات، یعنی بزرگترین اندازه ذره و کوچکترین، تو همین حدود قرار میگیره، چون معمولا فلوتاسیون معمول که تو سلول‌های حالا تو ایران بیشتر سلول دنور انجام میشه کارایی بهتری داره. خب البته نکته‌ای که اینجا میشه بهش اشاره کرد اینه که بحث آزادسازی و در درجه آزادی رو هم باید در موردش بدونیم که آیا در این ابعاد آزاد میشه یا نیاز به خوردش بیشتر داره یا نه. که حالا اینجا هم در نهایت تو این ویدیو این موضوع رو توضیح میده که تأثیر بین اندازه ذره، احتمال برخورد و احتمال چسبیدن ذره به حباب هستش. With increasing particle size, the collision probability increases and the attachment probability decreases. The combined effect is that collection probability tends to be highest at intermediate size ranges.
This corresponds to a common flotation plant observation that as particle size increases, collection reaches a maximum over a certain size range and then decreases. همونطور که اینجا من ترسیم کردم، این محدوده مثلا معمولا مناسبیه. یعنی الان فرض کنیم که این 0 تا 300 میکرون باشه، این همون 50-60 میکرونه مثلا تا 150 میکرون که معمولا فلوتاسیون میاد و بهترین میشه گفت کارایی رو داره. ولی همونطور که گفتم این رو هم باید در نظر بگیریم که با توسعه‌ای که تو ابعاد حباب‌ها و انواع سلول‌ها داده شد، میشه گفت که خیلی از این منطق‌هایی که در گذشته خیلی سفت و سخت بهش اعتقاد داشتن تا اندازه‌ای هم تغییر داده شد. خب ما برای این جلسه فکر کنم کافیه و در جلسات بعدی ما حالا در مورد اون پارامترهایی که در موردش صحبت کردیم، در مورد تاثیرشون به صورت عملیاتی تو کارخونه صحبت می‌کنیم که یه اندازه‌ای هم وارد فضای میشه گفت که صنعتی و عملیاتی بشیم.